خدای تعالی هم فرموده است از شما حرکت از من برکت. اگر با پشت زده در خانه دسترخوان پرتیم خدای تعالی هست میکند. اگر تا در زمین کلن نزنی دانه نپرتای او در دسترخوان بلا پیدا نمیشه. من همین سال کردیتان نتیجهش بسیاره. آنی که زحمت کشید محتاج به کسی نیست. در سردی در خنکی باد هوا چی گونه هست نیست بالای دسترخوان فرزنداش فراوان. مغازه و بازار نمیدود. بسیار سال وزمین میشه سال 21 مخصوصا دایر به تامین مواد عضوی. اینا راهبران ولایت شهرنایا اعضای حکومت وکیلان مردمی ما باید با مردم در یک جایی از حالا کار کردن ما ضرور است. کمک رسانیدن ما ضرور است. نتیجه زحمت صاحبدلانه کشاورزان و چاره‌های عملی نموده حکومت را ما امروز در فراوانی محصولات 3 سال خودی دیده ایستاده‌ایم. با در نظر داشت وضع مرکب جهان امروزه ما منبع نیز باید طرز کار کنیم که به هر گونه مشکلات احتمالی آماده باشیم و نگذاریم که مردممان از نارسایی مواد غذایی تنقیصی و محتاجی کشند. اول پیدایش پاندمی کووید 19 در بین حتی پانیک در بین دولت‌های ابرقدرت بود. چیکار کردن؟ سرحدهای خود را بستند. واردات و صادرات را منع کردند. ترانزیت را بعضناش منع کردند. خب خوب چی میشه بعد؟ ما بیشتر محصولات 60% از بیرون میاریم. اگر محکم باشد چیه؟ چیکار میکنیم؟ کجا میرویم؟ برای بینم با مقصد دستگیری دولتی کشاورزان مملکت و تأمین فراوانی بازار استعماری پیشنهاد می‌نمایم که تمام کشاورزان مملکت برای 1 سال یعنی سال 2021 از پرداخت انداز یگانه زمین آزاد کرده شوند. حکومت کشور برای دریافت سرچشمه‌های علاوه‌ای برای پوشانیدن منبع اندازی مذکور چاره‌جویی نماید. این انداز کم بیش قریب 200 میلیون سامانه است. این وظیفه حکومت. اگر در یاد داشته باشیدان من یک اندیشه را 12 سال پیش بیان کرده بودم. شاید بسیاری ها در این یا یک چی حاصل قبول کردن یا که هم خیلی بسیاری حتی بعضا سیاستمداران از من پرسیدن چرا ایمالش شما این چیز را گفتید؟ 12 سال پیش بود. من مردم تاجیکستان مراجعت کرده همین پیشنهاد کرده بودم که کوشش کنید که در هر یک عائله ذخیره 2 ساله مواد غذایی باشه. باید داریم. آن همون آمدیم. الان همین سال نه تیر ماه زمستان نه سال دیگه آمدیم. بینید این بدبختی را بینید. شکرانه ما پایتر میسم شکرانه ما اونقدر دشواری و وزمینی که حالا در اروپا دیگر منطقه‌های دنیا است اون در نرسن پروردگار مردم تاجیکه. لیکن دیدیم که کی کفالت داده میتواند؟ کی؟ کی را کمک میکند؟ همه به حال خودش سرگردان. یک واکسینه را بین
سیاسی کردن در دنیا. همزمان با این وزارت‌های کشاورزی، مالیه، رشد اقتصاد و سودا، کمیته‌های دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، اداره زمین و گیاه‌دزی جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی برای رشد ساحت، تشکیل مرکزهای لوجستیکی و طبق طلبات بازار و استانداردهای بین المللی صفت برای ماندن کارکرد، بسته‌بند و صادرات محصولات کشاورزی باید چاره‌های قطعی اندیشید. در جمهوری امگی 1,323,000 خواننده بود. حالا باشد 2,100,000 نفر. بعضن شهر نویا در یک سال 7,000 خواننده می‌رود. صنف یک. نویه رودکی، شهر دوشنبه. ما برای بهتر کردن سطح و صفت تعلیم در همه زمینه‌های تحصیلات باید تمام شرایط ضروری را مهیا کرده در این روند مسئولیت پدر و مادر، اهل جامعه و آموزگاران را باز هم بلند برداریم. در این جهت مؤسسه‌های تیپ نوی زمان استقلال، مکتب‌های پرزیدنتی و لیسه و گیمنازیا پیشرفت بوده، هر سال بیش از 97% ختم کنندگان این مؤسسه سزاوار نام دانشجوی مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کشور و خارج از آن می‌گردد. من علاقه در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش‌ها دادم. سپارش‌های خیلی جدی دادم که اولا نظارت کنند که خب عدالت باشد. مخصوصا هیئت جوری، سطح هیئت جوری خیلی باید بلند باشد. من دیدم، من عزت نفس کسی در نمیرسم، لیکن در بعض حالتها حتی نورسان ما، جوانان ما سطح سخنگویی، سخندانیشان از بعضی اعضای جوری اما از بعضی ژورنالیست‌ها و برنده‌های تلویزیون 10 برابر بالاتر بودند. با درجه امتحانشان کردن که کودک صنف 1-6-7 ساله را اکادمیک، پروفسور، شاعر و نویسندگان بزرگی ما در صحنه مانده باور کنیدتان یگان پروکورور، یگان جنایتکار اینقدر تفتیش نمی‌کنه. آفرین که نترسیدن، نه هراسیدن، در نزد همین قدر و این خودش علاقه قهرمانی است. برای چی ما آنها را قبول نکنیم؟ این از حصه کی است؟ از بودجه دولت؟ نه. الان حصه صاحبکار است، سهمی صاحبکار است، اکثریتش. اما در وقت قبول کردن قانون و قراردادها در بسیار حالتها چی میگن؟ در منفیت‌های وزارتی و دیگر و فکر میکنیم چون خطرناکی و احتمالیت و اجرا نشدن نقشه و دیگر کوشش میکنیم که مانع سنی ایجاد کنیم، خودمان استراخاف کنیم در نزد حکومت، در نزد رهبر دولت، در نزد مردم. چیه؟ وقتی که در بالای دسترخوان مردم نان پیدا نمیشد کی جواب میگوید؟ حالا برای رشد ساحه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور 70 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی قریب 40 میلیارد سامانی تطبیق شده ایستاده است. تنها در سال 2020 29 سازشنامه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 10 میلیارد سامانی به امضا رسانیده شد که برای بهتر نمودن حفظ اجتماعی اهالی، خدمت‌رسانی‌های طبی، بنیاد انشاءات ساحه معارف، رشد دهات، ساختمان و برقرارسازی راه‌ها و انشاءات انرژتیکی روانه گردیده است. از سال 2013 تا به امروز
از جانب حکومت مملکت با شرکت‌های وطنی و خارجی 17 سازشنامه عاید به سرمایه‌گذاری مستقیم به امضا رسانیده شده است که در دایره آنها 15 کارخانه نوی 3 سالی با مبلغ عمومی زیاده از 10 میلیارد سومانی بنیاد گردیده. بیش از 7000 نفر ساکنان مملکت با جای کار دائمی تامین کرده شدند. من در چند سخنرانی تاکید کرده بودم، بار دیگر تاکید میکنم. غیر آنه که ما نیروگاه برقی بزرگ راغون را ساخته ایستادیم، برابر این تمام نیروگاه‌های برقی آبی که 40-50 سال پیشتر بنیاد گردیده بودند و علیه اقتدارهای خود را کایها باز از خود کرده فرسوده شدند، آنها را تجدید کرده ایستادیم با مبلغ زیاده از 1 میلیارد دلار آمریکایی. کانال ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.